وزارت تندرستی تاجیکستان شام 8 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 18 حالت نو گرفتار شوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. در عین زمان 15 نفر پس از معالجه از این بیماری شفا یافتند و خوشبختانه کسی نففتید است. در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 7 سپتامبر در کشور 17042 نفر گرفتار اصطلاحات کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا ثانیه ذکر گردیده 16901 نفر یا 99 از در 2% شفا یافته. متاسفانه 124 نفر از این بیماری جان باختند. از آمار رسمی وزارت برمی آید که تا شام 7 سپتامبر در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان همگی 17 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. این حتی کمتر از 18 نفر است که با کرونا ویروس سرایت شدند. آنها تازه روز 8 سپتامبر آشکار شدند.